سلام همه دوستان، من پیامم. خب همونجور که قول داده بودم توی این ویدیو قراره دوالشوک رو کامل باز کنیم و حالا تا جایی که میشه ایبیابی کنیم، ببینیم چیا باعث میشه دسته به مشکل بخوره، حالا دکمه های مختلفش یا عمل نکردن دسته، گیر کردن دکمه و خیلی چیزا دیگه. خب برای باز کردن دسته همونجوری که توی ویدیو قبلی هم نشونتون دادم، این 4 تا پیچ پشت دستگاه رو باز میکنید. اگه دستتون تا حالا باز نشده، جدا کردن دو تیکه دسته یکم حالا محکمتر و به زور بیشتری نیاز داره، ولی خب یه دونه روش کلی داره. اینکه یه دونه شیار این قسمت پایینی دسته هست، شما از قسمت پایین نگه میدارید و یه کوچولو فشار میارید و دسته قاب پشتش جدا میشه. خب بعد جدا شدن قاب دسته یه دونه فلت اینجا هست که برای همون LED پشت دسته است. اینو با احتیاط دوباره جدا میکنیم و قاب دسته رو میذاریم کنار. مرحله بعدی جدا کردن باتریه. دقت کنید که جدا کردن باتری خیلی باید دقت کنین و حوصله بذارید. خود سوکت رنگش روشن‌تره و اون مادگی که و حالا سوکت توش جا میره اون یه حالت استخونی رنگ داره. هیچ وقت اون استخونیه رو نکشید چون از برد ممکنه بشکنه و جدا بشه. خب قاب باتری هم که تاثیر خیلی مهمی توی تماس فلت اصلی و برد دسته داره هم باز میکنیم. مرحله بعدی جدا کردن فلت تاچ پده. برای جدا کردن کامل برد این سیمای موتور ویبرر هم باید با هویه از دسته جدا کنیم تا بتونیم کامل برد رو از روی دسته خارج کنیم. خب میریم سراغ کلیدهای L2, L1, R2 و R1. برای جدا کردن اینو شما باز به یه ابزار پلاستیکی دارین. این دکمه رو فشار میدیم به سمت پایین و توی اون شیار ایجاد شده یه کوچولو دکمه رو به سمت بالا هول میدین. همینطور که میبینین آروم دکمه جدا میشه. خیلی با احتیاط انجام بدین چون هر لحظه یکی از اینا بشکنه دیگه شما نیاز داریم به تهیه دکمه جدید و ممکن اصلا قاب دسته رو نیاز باشه عوض کنین. بنابراین با حوصله یه کوچولو دکمه رو فشار میدین توی این حفره باز شده، با این ابزار پلاستیکی به سمت بالا دکمه رو هول میدین تا جدا باشه. خب حالا سیمای موتور ویبرر رو از برد جدا میکنیم با هویه. این ترتیب وصل شدنش به برد رو یه عکسی بگیرید که فراموش نکنین چون حالا مثبت منفیشون تاثیر داره و فکر میکنم خب قطعا روی درست کار کردنشون اثر داره. بنابراین حتما اینو یه عکس بگیرین یا اصلا این ویدیو میتونین استفاده کنین، ولی خب حتما قبلش برای اینکه خیالتون راحت باشه یه دونه عکس از بردتون بگیرید. خب حالا از زیر آنالوگا رو یه کوچولو به سمت بالا فشار میدیم تا برد جدا بشه. برد که جدا شد میبینین آنالوگا قابلیت تعویض دارن، یعنی اگه آنالوگاتون کهنه شده قدیمی شده به راحتی میتونین از اینجا حالا عوضشون کنین. و تعمیر بردم اگر که دستگاهتون دریفت داره، یعنی یه حالتی که این آنالوگاتون اتوماتیک تکون میخورن، شما باید خود اون آنالوگو عوض کنین یا یه قطعه، حالا اونو توی ویدیو بعدی راجع به دسته PS5 توضیح میدم. خب وسط این قسمت پوسته دسته یه دونه بلنگو هست که حالا جاش خوبه، نیازی نیست اونو حتما در بیارید. اگر که خودش افتاد فقط حواستون باشه که درست بذاره سر جاش. خب توی ویدیو قبلی توضیح دادم اون فلت رو چجوری میزان فشارش رو تعیین کنیم که دسته درست کار کنه.
حالا این پوسته دسته رو جدا میکنیم و میریم سراغ دکمه ها. خب زغال دکمه پلی استیشن رو از اینجا جدا میکنیم. اینا یه جوری طراحی شده که اصلا نمیتونین اشتباه کنیم موقع جا زدن، چون همش جای سوراخ داره و دقیقاً تا توی اون یعنی سوراخ جا نره دسته راحت بسته نمیشه. همینطور برای دکمه های ضربدر مربع و دایره مثلث. جدا کردن تاچ پد خیلی ساده است، فقط یه کوچولو بچرخونید و از زیر خودش خارج میشه، یعنی اگه برد نداشتشون دستگاه راحت این در میاد. خب میرسیم سراغ زغالیای دکمه های دو طرف دسته. این زغالی هم میگم اینجوری طراحی شده که راحت میتونین عوضشون کنین. اگر که دکمتون چسبناکه اینا رو تمیز کنین، اگه درست نشد عوض کنین. خود دکمه رو الان در میارم بهتون نشون میدم. خب این زغالی رو جدا میکنیم. باز میگم دکمه هم یه جوری طراحی شده که شما اصلا نمیتونید اشتباه بذارید. حالا من دکمه رو در میارم. دقت کنید که الان من تازه دسته رو تمیز کردم، ولی خب این شاید گرد و خاک و حالا غبار نشسته، تک تک اینا روی کارکرد دستتون تاثیر داره. بنابراین وقتی باز میکنه همه رو تمیز کنید تا دیگه مشکلی نداشته باشید. و همونطور که گفتم این دکمه ها گوشه‌هاشو نگاه کنید، چند تا خار منحصر به فرد داره که هر کدوم از اینا خاراش متفاوته، یعنی شما نمیتونید اشتباه جا بزنید. اگر که فقط جای دکمه رو بدونید دکمه به راحتی جا میره. خب زغالی دکمه های جهت هم در میاریم و دکمه جهت هم خارج میکنیم. اینا رو قشنگ میتونید تمیز کنید به راحتی. زغالیتون اگه کهنه شده بعد سالها استفاده میتونید عوض کنید، جنس خوب بندازید و آره باز کردنش خیلی ساده است همونطور که نشون دادم. خب حالا میریم سراغ پوسته دسته. میخوایم دکمه های R1 و R2 رو جدا کنیم. دقت کنید که حالا بذارید من زوم کنم. دو تا خار این بغل وجود داره. شما باید این با ابزار پلاستیکی یک کوچولو دکمه رو به سمت بالا فشار بدید. میبینید این خار رو گیر میکنه اینجا. اگر که اینو از اون حالتش رها کنید به راحتی دکمه در میاد. نکنید من الان ابزار میندازم زیر دکمه، نگاه کنید این خاره الان جدا میشه از اون محلی که بهش متصله. به این صورت خیلی هم آروم انجام بدین که نشکنه. حالا همین کار رو با این ورم انجام بدین به راحتی دکمه های R1 و R2 جدا میشه. همینجوری که میبینید من خیلی دارم با احتیاط این کار رو انجام میدم، چون میگم اینا خیلی ظریفه و اگر که بشکنه شما نیاز به خرید دکمه یا اگر پوسته آسیب دیده باشه پوسته رو باید عوض کنید. یه زغالی هم این زیر داره، اینم باز تمیز کنید. اگه کهنه شده عوض کنید، قشنگ تست کنید تا عملکرد دستتون به مشکل نخوره، یا اگر به مشکل خورده تعمیرش کنید. همین کار رو با دکمه بعدی رو انجام میدیم که L1 هستش. باز اون خار رو یک کوچولو به سمت بالا فشار میدیم. دقت کنید که از این ور خارج شد. حالا نگاه کنید و میریم سراغ اون یکی قسمتش. زغالی هم خارج میکنیم. اگه کثیف بود تمیز میکنیم. نیاز به تعویض داشت تعویض میکنیم. این زغالی ها خیلی رو عملکرد دسته تاثیر دارن، بنابراین همونجوری که گفتم اگه خیلی کهنه است عوض کنید، اگه سالها از عمرش میگذره. این فنرها هم میتونید عوض کنید، اگه خراب شده کاری نداره. و حالا راجع به این فلت هم که چجوری فشارش بدین یه ویدیو دیگه ساختم، توی توضیحات لینکشو میذارم. برای جدا کردن فلت اصلی اینم باز هیچ کاری نداره. این ابزار پلاستیکی رو میندازین زیر فلت. بعضی موقع میشه که شما هر کاری میکنین، یعنی برد سالمه، اون میزان فشار رو وارد میکنین اما فلت کار نمیکنه. احتمالا یه ایرادی توی حالا این مسیرهای فلت اتفاق افتاده که شما باید اینو عوض کنید. میتونید کلا فلت رو این عوض کنید. قیمت زیادی هم نداره توی این حالا وبسایت ها یا دیوار یا هر جا که لوازم
پلی استیشن میفروشن به راحتی میتونید این فلت رو تهیه کنید با توجه به مدل دستگاهتون و عوض کنید. مدل دستگاه هم روی بورد نوشته، اصلا چیز پیچیده ای نیست. از این ورم با احتیاط باز فلت رو بلند میکنیم و فلت رو نکشین چون میگم پاره بشه و چون نیاز دارید که دوباره فلت رو عوض کنید. اگه فلتتون سالمه نیازی نیست فشار بیش از حد بیارین به فلت. خب از اون برم شروع میکنیم کابل فلت رو در آوردن تا بتونیم کامل فلت رو از دستگاه آزاد کنیم. من فعلا این ابری که درست کردیم رو میذارم کنار. حالا انتهای ویدیو وقتی دسته رو میخوایم دوباره سر هم کنیم بهتون نشون میدم دوباره چیکار کنید که یه سری ایرادای دسته برطرف شه. خب با احتیاط فلت رو در میاریم تا نکنید. اصلا این قسمت تماس فلت خیلی مهمه. خود فلت باید صاف بشینه روی پوسته دسته و همه اینا میگم روی کارکرد و عملکرد دستتون تاثیر مستقیم داره. تنها چیزی که باقی مونده موتور ویبره است که با چسب دو طرفه نصب شده. حالا برای جدا کردن چسب دو طرفه هم شما یک کوچولو الکل دو طرفش میریزید و آروم آروم جدا میکنید و حالا موقع چسبوندن هم که دوباره چسب دو طرفه. ولی خب مال من سالمه و نمیخوام الان کاری بکنم. خب این شد به اصطلاح، حالا اصطلاح انگلیسیش ترداون کامل دسته دوال شاک. دوباره میخوایم اینو سر هم کنیم. اگه فلت جدید داریم به این صورت جا میزنید. اول یه گوشه از قسمت کانتکت یا همون اتصال فلت رو جا میزنید و حالا میتونیم اون ابری که توی یه ویدیو قبلی درست کردیم و اینجا جا بزنیم و فلت رو اون قسمتی که براش تعبیه شده قرار بدیم. دو تا سوراخ داره باز کنار این قسمت تعبیه که فلت جا میره و اونجا محکم میشه. خب این فلت قسمت L1 و R1 یعنی L1 و R1 اضافه میکنیم و دوباره این برم به همین شکل اینم کامل جا بزنید. روی پوسته دسته قسمت‌های تعبیه شده برای اینکه شما فلت رو محکم کنید. اونا رو حتما رد کنید و دقت کنید که فلت به صورت صاف روی دسته نشسته باشه. خب الان که فلت کامل روی دسته نشست ما زغال L1 و R1 رو نصب میکنیم و حالا آماده میشیم برای نصب خود دکمه. این برم زغال البته R2 و R1 اون بر L1 و L2. نصب این دکمه دیگه از جدا کردنش خیلی آسان تره چون فقط خارا باید جا بخوره، نیاز به ابزاری ندارین. دقت کنید که اینجا دو تا خار از پایین داره، دو تا خار از بالا. اینو کامل باید حالا بره توی قسمت پوسته. حالا من یه ویدیو دیگه نشون میدم، اینجا خوب نتونستم بگیرم. دقت کنید که زغال رو کامل فشار بدین که جا بیفته. دو تا سوراخ داره زغال، اونا باید قشنگ جا بیفته تو پوسته. و حالا این دکمه‌ای که نصب شد من اون رو بهتر نشون میدم. حالا فکر می‌کنم زاویه دوربین اینجا خوب نبود. یه خار اصلی که دو قسمتی رو خود دکمه داره و دو تا خار همون قسمت بالی. نگاه کن از اینجا وارد میکنیم
و یه کوچولو فشار میدیم و الان جا رفت و دکمه داره کار میکنه. حالا برای نصب دکمه‌های L2 و R2 دقت کنید که این حالا اسمشو حتما باید دقت کنید، چون این دکمه ها رو منحصر فرد برای چپ و راست ساختن و شما R2 رو نمیتونید روی L2 جا بزنید، دکمه کار نمیکنه. بازم میگم خیلی ساده است، همونجوری که در آوردیم به همون شکل فشار بدین و دوتا یه حالت شیار داره، یه کوچولو فشار بدین کامل جا میره. این قسمت فنر هم مواظب باشید که آسیب نرسه به قسمت فنری دکمه. همینجوری که میبینید به راحتی نصب میشه و مثل روز اولش کار میکنه. همین کار رو با L2 هم انجام میدیم. دوباره این دوتا یه حالت استوانه‌ای داره، دقت کنید اونا خارای خود دکمه است. همونجوری که در آوردیم یه فشار کوچولو با همون پوزیشن میدیم و جا میافته به همین شکل. تمام. خب کار ما با این پوسته تمومه. میریم سراغ خود قاب اصلی دسته که دکمه‌هاشو جا بزنیم. خب همونطور که گفتم این دکمه‌ها رو منحصر به فرد به جایگاهشون ساختن، شما اصلا نمیتونید اینا رو اشتباه بزنید مگه اینکه خاراشون بشکنه یا حالا با یه اشتباه این خارا رو از دست بدید. خب مثلث رو قرار میدیم. و همین شکل چک میکنید که مثلث درست وایساده روی دسته و حالا بعدش میریم سراغ دکمه‌های دیگه. به این جهت خارا خیلی دقت کنید و اصلا از زور استفاده نکنید، اینا باید خیلی راحت بره داخل قاب دسته و نباید بشکنید دیگه چیزی رو، و یعنی باید حالا دکمه‌هاتون میچرخه و شل وای میسته که خیلی تو دستا دیدین اتفاق مثل دستای قدیمی پلی استیشن PS3 PS2 PS1. خلاصه حواستون باشه که این دکمه خاراش از بین نره. خب 4 تا دکمه جا رفتن و ما این زغالی رو جا میزنیم. زغالی هم چپ و راست بالا پایین نداره، فقط میام 4 تا سوراخ داره، اون 4 تا سوراخ باید جا بیفته و این لبه های گوشه زغالی از خود قسمت های نگهدارنده دکمه باید یعنی روش بیاد. همونطور که میبینید دکمه ها رو ما نصب کردیم. میریم سراغ دکمه جهت چپ و راست و بالا و پایین که این هم دیگه خیلی ساده تر از اونه. دکمه رو جا میزنیم و دوباره مجدد فلتش زغالش رو نصب میکنیم. اگه زغالتون کهنه شده حتما عوض کنید، میگم خیلی تاثیر داره و جنس خوب بگیرید، این خیلی مهمه. دکمه پاور دسته یا همون لوگوی پلی استیشن هم به همون صورت جا میزنیم. این دکمه هم یه جور طراحی شده که شما اشتباه نمیتونید بذارید، حتی زغالش هم به این صورت طراحی شده، 2 تا سوراخ بالای زغال داره که باید جا بیفته تا دکمه درست کار کنه. برای نصب تاچ پد هم همونجوری که در آوردیم نگاه کنید، خیلی ساده است. از زیر نگاه کنید، از این ور من نشون میدم، از زیر این کابل فلت هم باید بیفته اون وره، اون قطعه پلاستیکی که میبینید. به این صورت شما راحت میتونید فلت رو یعنی تاچ پد رو جا بزنید، خیلی راحت میتونید بچرخونینش رو جا بزنید. همونطوری که در آوردیم همونجوری هم نصبش میکنیم. خب قاب روی دسته آماده است که پوسته رو قرار بدیم روش. موقع جا زدن نگاه کنید که یه دونه حفره یا یه قسمتی تعبیه شده که شما اون کابل تاچ پد رو از این رد کنید که به بورد برسه. حتما
اینو فراموش نکنید که کابل ممکنه کشیده بشه، اون موقع تاچ پد باید یا فلت تاچ پد رو باید عوض کنید. خیلی باید حواستون باشه توی این نصب. همونجوری که می‌بینید فلت از اون حفره‌ای که براش تعبیه شده خارج شد. حالا میریم سراغ قرار دادن برد. این جویستیکا رو ما همونجوری که در آوردیم روی برد حالا یا تعویض میکنیم یا تمیز میکنیم، جا میزنیم. توی ویدیوی دیگه بهتون نشون میدم که چجوری میتونین شما دسته PS5 رو، هم دوال سنس رو به این صورتی که نشون دادم باز کنید و کامل ها. اگر تعمیری میخواید انجام بدین، قطعه میخواید تعویض کنید یا ماد میخواید بکنید، رنگ دسته رو عوض کنید، همه رو بهتون توضیح میدم چجوری میتونید انجام بدید. خب برد دستگاه رو جا زدیم. همونجوری که میبینید تست کنید که آنالوگا نرم حرکت کنن، تغییر ایجاد نشه، باید کامل تمیز جا میفته. مرحله بعدی هویه این سیمایی که ما جدا کردیم، یعنی سیمای موتور ویبره به دستگاه. من که روغن لحیم هم به نوک سیما میزنم هم به قسمت تماس سیما. به سیمایی که قل اضافه میکنم چون بعضیاشون تازه لخت شدن، حالا یه قسمتی بریده شده بود. سیمی که قل نداره رو حتما بهش قل اضافه کنید که به راحتی جا بره، بچسبه به محل تماس. و شروع میکنیم به هویه کردن سیما. باز میگم حالا دقت کنید که هویتون تمیز در بیاد و یه حالت کارخونه بگیره، چون باز میگم هر شب به تمیزتر کار کنید. حالا بعداً باز کردنه بعدی اگه دستتون مشکل خورد راحت ترین. خب
سیما رو ما نصب کردیم و میریم سراغ فلت تاچ پد. این قسمتی که میبینید این فلت آبی، خیلی راحت یه کوچولو فشار میدیم و جا میره توی سوکت برد. مرحله بعدی نصب قاب باتریه. همجور که گفتم بستن این پیچ خیلی مهمه. اون میزان فشاری که به برد و فلت میاد تأثیر مستقیم داره رو کیفیت عملکرد دسته شما. بنابراین تا جایی که میشه این پیچ رو سفت کنید. یه دونه اگر ابرتون کهنه شده یه ابر زیر قسمت اتصال فلت بذارید. همینطوری که میبینید من هی چک میکنم سفت باشه، برمیگردونم دسته رو روش کلیک میکنم، یعنی منظور این که روی دکمه ها فشار میارم ببینم حالت استانداردش داره یا نه. دیدم که اوکی همه چی، یه بار دیگه چک میکنم و مرحله بعدی نصب باتریه. بعد جا زدن باتری و نصب سوکتش، حالا میریم سراغ فلت LED پشت دستگاه و خیلی راحت اینم باز میام با صبر و حوصله وصل میکنیم. ببینید درستش اینه که شما باتری رو آخر نصب کنید، که میبینید اشتباه من اینجا بود که اول باتری رو نصب کردم. حالا ببینید دستگاه روشن شده و کلا توصیه نمیشه. ببینید مشکل بزرگی ایجاد نمیشه، ولی خب بالاخره برای احتیاط آخرین قطعه‌ای که نصب میکنید باید باتری باشه و حالا شما این اشتباه منو تکرار نکنید. خب قاب دسته رو جا میزنم. یه دونه ویدیو دیگه دارم برای تعمیر یعنی درست کردن دکمه‌های زبدر و مربع، اونو حتما توی توضیحات میذارم ببین. و حالا بعد اینکه قاب دسته رو جا زدم این 4 تا پیچ پشتش رو میبندم و دقت کنید این پیچ ها هم، یعنی پیچ های بالا مخصوصا، حالا پایین اونقدر نه، ولی پیچ های بالا تاثیر مستقیم داره سفت بودنشون روی بازی شما. اگر که یه دسته آکبند دوال شاک یا اصلا دوال سنس رو، حالا دوال سنس کمتر ولی دوال شاک این دسته‌ش رو اگر که آکبندش رو ببینید پیچا به قدری محکم بسته شده که موقع باز کردن شما خیلی زور خیلی زیادی باید حالا مصرف کنید که بتونید پیچا رو باز کنید. بنابراین این پیچا رو تا جایی که میشه صفر کنید، هرز نکنید، نش کنید. باز پلاستیکه، یعنی یه چجوری بگم یه میزان گشتاوری داره که شما باید صفر کنید و شما ندارید که شما گشتاور متر، منم ندارم. بنابراین تا جایی که نمیشکنه و محکمه صفر کنید پیچا رو. این خیلی مهمه. یکی از حالا بیشترین ایرادایی که دستا میبینن از همین قسمت هاست، چون اون فلت به اندازه کافی تماس ایجاد نمیکنه با برد و حالا این اطلاعات و داده ها درست منتقل نمیشن. و اینم حالا پیچ آخر، دسته کامل مثل روز اول سر هم و اسمبل شد. مرسی که ویدیو رو دیدی. حتما ویدیو دیگه همو چک کن، لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.